امروز میخوام یک کبابی درست کنم که اسمش چپلی کبابه. یک کباب افغانیه که اینم مواد لازمشه: پیاز رنده شده با سیر، سبب سیرم داخلش ریختم، گوشت چرخ کرده، تخم مرغ، گوجه و فلفل دلمه‌ای که البته گیشنیز و جعفری هم میخواد که من نداشتم، با همینا میخوام درست کنم. قبلا درست کردم، کباب خوشمزه‌ایه. خب من مواد رو همه رو با هم قاطی کردم با یه تخم مرغ و ادویه و یه کمی آرد. البته گفته بود که آرد نمیدونم چه آردی بود، ولی من از این قرتی بازی نکردم دیگه، فقط همین آردی که تو خونه داشتم استفاده کردم. حالا اینا رو قشنگ با هم دیگه مخلوط میکنیم، بریم مرحله بعد. خب میاریم شکل همبرگر میکنیم، بعد سرخش میکنیم. چپلی کباب یعنی ضرب، فکر کنم یعنی ضربه زدن، یعنی که اینجوری، حالا دست من دستکش نداره ولی اینجوری وقتی که میذاری تو روغن بهش ضربه میزنی که شکل همبرگر بشه، واسه همین بهش میگن چپلی کباب. شما هم امتحان کنید، خیلی خوشمزه است. این شکلی میشه. شما میتونید کنارش از گوجه هم استفاده کنید. حالا من گوجه هم گذاشتم که باهاش سرخ بشه. این وسطیه یکم اصلا پاشید، اشکال نداره، جدی نه، نوازش خوشمزه است. نهاراتون نوش جونتون، گوارای وجودتون.